بده. این خودش یه نکته‌ای که هستش آقای دکتر جلال رهبر، ببینید اتفاقی که میفته این آقای نتانیاهو و دولت نتانیاهو یک ترفندی داره در نوع عملی سیاست‌های خودش. اینا میدونن که آمریکا دولت بایدن طرفدارش نیست. یعنی آقای بایدن از زمانی که رئیس جمهور آمریکا شده بود تا روز 7 اکتبر که اتفاق حماس افتاد تمایلی به دیدار با نتانیاهو نداشت. از طرفی هم این تعارضات داخلی اسرائیل آنچنان قویه که آقای نتانیاهو در شرایط انفعال هست. اما یک چیزی در اسرائیل وجود داره که چه حزب چپ‌ها، چه راست‌ها، چه مخالفین نتانیاهو، چه همحزبی‌های نتانیاهو در یک مورد با همدیگه اتحاد دارن. این یه مورد حماس نیست. یعنی در مورد تقابل جنگیدن با فلسطینی‌ها اتفاقا اینها با هم دیگه اختلاف دارن. بعضی‌ها میگن همین الان جنگ با حماس رو متوقف کنیم، بعضی‌ها میگن نه ادامه بدید. این انشقاق‌ها در مورد فلسطینی‌ها گسترده است. اما همه این احزاب مخالف در اسرائیل از آقای لپیت گرفته تا آقای مثلا ژنرال‌های اسرائیل، دستگاه دیپلماسی، حزب چپ، همه حزب‌ها روی یه چیز با هم دیگه متحد هستن و اون هم دشمنی با ایرانه. افکار عمومی هم در اسرائیل، بعضی از افکار عمومی در برابر خشونت علیه فلسطینی ها مقابله میکنن، مشکل دارن با دولت، اما در مورد مشکل در برابر تقابل و رویارویی با ایران همه افکار عمومی اسرائیل متحد نخست وزیر هستن. یعنی تنها جایی که آقای نتانیاهو میتونه برای لاپوشونی مشکلات خودش و یا تبدیل شدن به یک قهرمان ملی برای انتخابات بعدی روش مانور بده، روش تبلیغات کنه، روش کارهای مدیایی انجام بده. حالا چه اتفاقی میفته اگر وارد فاز تقابل با حزب الله بشه و ایران بخواد از حزب الله دفاع کنه و اینجا به بهانه اینکه آقای ترامپ هم دیروز پریروز گفت دیگه ایران فقط 30 روز با بمب اتمی فاصله داره، اگر از این استفاده کنه و یک اقدام پیش بینی ناپذیر، پیش بینی نشده، مثل حمله‌ای که به عراق انجام داد، حمله‌ای که اسرائیل در دهه 80 به پادگان اصلی نیروگاه اصلی عراق انجام داد، یک اتفاقی بود که حتی کاخ سفید هم ازش بی اطلاع بود. اونها یک صبحی بیدار شدن و حمله کردن به نیروگاه اتمی عراق و اونجا رو نابود کردن. بعداً آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها خبردار شدن از این موضوع. در مورد سوریه هم همینطور. در دهه 90 اینها هواپیماهای اسرائیلی بلند شدن در زمان حافظ اسد رفتن اونجا رو بمباران کردن برگشتن. اگر در این کشاکش تحولات آتی در لبنان اسرائیل یک اقدامی انجام بده که ما هیچ کدوم پیش بینیشو نکردیم، کاخ سفید هم پیش بینیشو نکرده و آقای نتانیاهو بایدن رو در یک عمل انجام شده قرار بده، بایدنی که در شرایط ضعف قرار داره در سیاست خارجه، در یک شرایط انفعالی قرار بده، آن وقت ما چه میتونیم داشته باشیم؟ هر آینه این احتمال وجود داره. یعنی از آقای نتانیاهو این برمیاد که اون کاری که با عراق انجام داد و همه رو شگفت زده کرد، این دفعه این رو هم انجام بده و آمریکا رو در یک عمل انجام شده قرار بده و در شرایطی که همین الان که بنده دارم با شما صحبت میکنم نیروی دریایی اتحادیه اروپا به رهبری ایتالیا داره در دریای سرخ مستقر میشه و اینها شعاع عملیاتی خودش رو تا خلیج فارس گسترده تر کردن. آلمان داره کشتی‌های جنگی خودش رو میفرسته به دریای سرخ و دریای عمان. استرالیا داره نیروی دریایی خودش رو میفرسته. یعنی اون اتحادیه اروپا، آمریکا، ناتو در دریای سرخ و دریای خلیج فارس داره شکل میگیره. تو این شرایط بهترین فرصت برای اسرائیلی که اون ضربه نهایی خودش رو بزنه و اگر این اتفاق بیفته اصلا دیگه موضوع غزه، تعداد کشته شدگان روزهای آتی، این که در اونجا داره یه فاجعه رخ میده، همه اینها از حافظه مردم میره کنار و همه میره به سمت تقابل ایران و اسرائیل به خاطر موضوع اتمی و خیلی پیچیده است. اسرائیل احتمال داره که اگر ببینه میزان کشته شدگان فلسطینی در رفح زیاد میاد، یه کاری این شکلی انجام بده. ممنون.